اسلحه اسفیدی یا دراگانوف. اسفیدی یا دراگانوف به زبان روسی به معنی اسلحه تک تیرانداز دراگانوف و در خاورمیانه و ایران معروف به اسلحه قناصه که از کلمه عربی قناص به معنی تک تیرانداز دقیق میاد. در دهه 1950 ارتش شوروی نیاز به یک سلاح تک تیرانداز جدید داشت. این ارتش از سلاح ناگانت بازمانده از قرن گذشته استفاده می کرد که خیلی قدیمی بودند. سال 1963 برای انتخاب یک سلاح تیرانداز دقیق نیمه اتوماتیک، سبک، ارزان، دوامپذیر و قدرتمند با کاربری آسان برای ارتش شوروی یک رقابت برگزار شد. در این رقابت طرحهایی از طراحان خوش سابقه و بزرگ نظیر آقای سیمونوف، طراح اسلحه SKS سیمونوف نیز حضور داشتند. اما طرح نبوغامیز یک طراح سلاح‌های دقیق مسابقه‌ای به نام یوگنی دراگانوف مورد قبول واقع شد که همان طراح SVD بود. آقای دراگانوف به صورتی نابغه‌وار و فراتر از زمان خودش سلاحی بسیار ارزان، سبک، با دقتی بسیار مثال زدنی در میان همردهای خودش طراحی کرد. این سلاح در ظاهر بیرونی به شدت شبیه اسلحه سازمانی شوروی در آن زمان یعنی کلاشینکوف بود. سلاح دراگانوف دارای کالیبر 7.62 با پوکه های 54 میلیمتر زه داره. این کالیبر بیش از یک قرن که قدمت داره. سلاح دراگانوف در هنگام تحویل در یک کیف چرم که شامل تجهیزات نظافت، دوربین، سنباده برای پاک کردن لوله و یک دفترچه برای تنظیم دوربین و خشاب اضافه و جیب خشابه. همینطور سلاح دارای یک خشاب 10 فشنگی 2 ردیفه است که گلوله ها در 2 ردیف 5 تایی کنار هم قرار می گیرن. سلاح دارای یک سیستم نشانگیری مکانیکیه مانند AK-47 یک کلاشینکوف، شامل یک مگسک و یک روزنه دید کشویی که تا 1200 متر درجه بندی شده و جلوی روپوش لوله قرار داره. ولی استفاده اصلی این سلاح به همراه دوربینه. در اسلحه دراگانوف بنا به نیاز به آسانی کار، ارزانی و فاصله درگیری کم از یک دوربین با بزرگنمایی ثابت 4 برابری و قطر لنز جلویی 24 میلیمتری مجهز به یابنده اشعه فرابنفش و لامپ روشن کننده محور شبکه در شب با نام PSO1 استفاده شده. این دوربین منحصر به فرد دارای شبکه داخلی جالب و یک جدول تخمین مسافته. این دوربین با توجه به بزرگنمایی کم برای هدف قرار دادن انسان در نهایتاً فاصله 600 متری مناسبه و این دوربین با استفاده از سیستم ریلی کنار سلاح روی اسلحه سوار میشه. همچنین دوربین دید در شب عظیم و جثه و کاملا منسوخ PN51 و PN58 برای این سلاح عرضه شده که با معیارهای امروزی کاملا منسوخ شده است. دراگانوف سلاحی نیمه خودکاره، یعنی با هر بار کشیدن ماشه سلاح یک بار شلیک میکنه و دوباره مسلح میشه. دارای یک شعله پوش با 4 شکاف روی خودش و از یک قنداق چوبی در مدل اولیه بهره میبره که محلی برای قرار دادن دست درون خودشه. روپوش لوله از زیر و رو چوبیه، اگرچه در برخی از کشورها قنداق پلاستیک نیز برای اون تولید میشه. دوستان عزیزم، ویدیو هنوز تمام نشده و من از شما خواهش میکنم برای حمایت از من لطفاً ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال بشین. همین، متشکرم ازت. خب دوستان، مشخصات دوست داشتنی اسلحه بسیار زیبای SVD. وزن کامل این اسلحه هست 4 کیلو و 300 گرم. طول اسلحه هستش 1225 میلیمتر. طول لولش هست 620 میلیمتر. سرعت دهانه هست 830 متر بر ثانیه. سرعت آتش 30 گلوله بر دقیقه. برد موثرش 800 متر، ولی حرفه‌ایاش میگن تا 1200 متر راحت جواب میده. کالیبر این اسلحه دوست داشتنی 7.62 میلیمتر با طول پوکه 54 میلیمتر.
ظرفیت خشابش هم هست 10 تا فشنگ. این اسلحه دوست داشتنی که خیلی باش خاطره دارن، توی بازی IGI ازش استفاده شده. اگه IGI بازی کردی برام تو کامنت ها بگو.